یه مطلب دیگه هم میخوام تو این برنامه بهتون بگم، دیگه این برنامه رو ادامه نمیدیم، میدیم بخش بعدی، بخش نمیدونم چندم میشه، چون ترتیب این ویدیویی که الان دارم میگیرم تو این چند روزو نمیدونم و اینکه دوباره جدی شدم، دیدی سریع تغییر فاز میدم. سخن پایانی. دوستان عزیزم، من خودم کردم، پشیمونم، یاد گرفتم چجوری ازش رهایی پیدا کنم. فنگ شوی و اینا رو بذار کنار، حرف و انرژی منفی و انرژی ساکن و خاک و این جور چیزا رو بذار کنار. اینو از من به عنوان یه حرف جدید بشنو. چیزی رو از سر ذوق اگه میخری، اگه دکوری نیست نخر. یعنی چی؟ این فیگوری که اینجا میبینید البته کادوه. من اینو خودم میخواستم بخرم، ولی اون کسی که برای من این زحمتو کشیده لطف کرده، واقعا ممنونم، اینو برای من گرفته. فهمیده بود که من اینو دوست دارم، چون چند بار عکسشو دیده بود تو گوشیم، داشتم گوشیمو چک میکردم جلوش، یا اینکه بغل اون مغازه‌ای که اینو میخواستم بخرم رد شده میگفتم اینو نشونش داده بودم، حالا رفت بودم یه دیگه بخریم، اینم بوده. اینو برای من زحمت کشیده، بازم تشکر میکنم، خیلی هم دوستش دارم. این دکوریه، اوکی، این کارش اینه که اینجا باشه، حالا برای من هر مفهومی داره به کنار، ولی این دکوره. این دکور حالا حس خوبی به من میده، میزبانمو خوشحال میکنه یا کنجکاویش رو ایجاد میکنه که من باش بتونم معاشرت کنم. اینا صحبتای بیزنسی بعدم بهتون میگم. من اینو میذارم اینجا، هیچ توجیهی نداره، ولی یه نفر میاد تو پادکست من میشینه به این دقت میکنه، در مورد این میتونیم صحبت کنیم. 2 کلمه بیشتر حرف میزنیم، 2 کلمه بیشتر شما یاد میگیرید، 2 کلمه باعث میشه که بشه 10 دقیقه. این 10 دقیقه ویو میخوره، من پول در میارم. بازم بگم خب بلش کن. این دکوره. اینجا یه دونه گیتاره که از خونه مامانم 7-10 سال پیش برداشتم و بردم تو استودیوی خودم. 2 تا گیتار دیگه هم اون بره، یکیش مال دوستمه، یکیش هم خودم گرفتم. من کلن یه قطعه بلدم بزنم با گیتار و این یه قطعه هم که بلدم بزنم و یادم رفته الان. یه کیبورد اینجاست، حالا با این کیبورد من تمرین سولفژم انجام میدم، پرودوسر اینجا میاد با هم آکوردا رو در میاریم، میزنه اینجا با هم آیدیا برین استورم میذاریم، اوکیه. ولی موقعی که من اینو تهیه کردم، این کیبوردو به قصد یادگیری پیانو در ابتدا کیبورد من اینو تهیه کردم، ولی کلاساشو رفتم ولش کردم، گیتار رو کلاساشو رفتم ولش کردم. دیگه چی بگم براتون؟ دیگه چی براتون بگم؟ چی خریدم که الان میخوام هرسامو همینجا خالی کنم. آقا همین کافیه. آقا چیزی رو نخرید خارج از حالت دکوری قابل استفاده باشه و بره یه جایی به عنوان یه دکور خاک نشین و آینه دق. این تو ناخودآگاهتون میشینه که شما کارها رو نیمه تمام ول میکنید و توانایی انجام کارها رو ندارید و به این فکر و این برچسب رو خودتون میزنید که من استعداد ندارم، که من هر کاری رو میخوام بکنم خراب میشه، تموم میشه، پسش بر نمیام. این برچسب رو خودم میذارم. هر چیزی که شما تا الان خودتون گذاشتید دلیلش اینه، یکی از دلیلش اینه. بالای 50% برچسبایی که ما رو خودمون میذاریم به خاطر برآورده کردن نیازها از سر ذوق بوده، نیازهای دیداری و شنیداری که روی حس و هوس بوده و داره خاک میشینه روش. در صورتی که من میتونم اون چیزی که خریدم و سریع ردش کنم، یکی استفاده کنه، کسی که واقعا آرزوشو داره اونو داشته باشه، بدش بره. من این گیتار رو دیگه نمیدم بره، به خاطر اینکه الان داره یکی ازش استفاده میکنم. این کیبوردو که دارم میگم استفاده میکنم، ولی امکان نداره دیگه لباسی رو نگه دارم
حتی اگه 2 هفته پیش خریدم، اگه ببینم خریدمش و بردم تو خونه قرار نیست بپوشمش، اونجا ذوق کردم خریدمش، قیمتش خوب بوده، اون موقع مودم چرت و پرت بوده، خریدمش و بردم تو خونه، میبینم دیگه دوستش ندارم اون لحظه، سری میبخشمش. گرون باشه میفروشمش، گرون باشه به کسی خیلی دوستش داشتم مثلا هدیه میدم. امکان نداره این کار رو بکنم و تو هم نکن. اصلا تو شرایط مادی خوبی نیستی، خدایی نکرده این انگشتت نصفش میره، البته بازم بهونه نیست، با این انگشت میتونی گیتار بزنی دیگه، مودشو نمیخوای گیتار بزنی، این آینه دقو بده بره، یا برو بیرون تو خیابون 1000 تا آدم هستن که گیتار بلدن، بده دستشون برات گیتار بزنن حالشو ببری. اوکی؟